سلام بر کودکان مظلوم و شهید غزه. سلام بر کودکانی که در کنار ویرانه‌های غزه به قرآن پناه آوردند و آیات قرآن تلاوت می‌کنند. سلام بر کودکانی که از وحشت ظلم بر خود می‌لرزند. سلام به فرزندان عزیزم در غزه. سلام بر شما که امروز با ایستادگی در مقابل مجهزترین ارتش‌های دنیا و پست‌ترین افراد روی زمین مقاومت را برای ما معنا کردید. سلام بر شما که با دستان کوچکتان و بدنهای نحیفتان در رندگی وحشیگری صهیونیست‌های اشغالگر را به تصویر کشیدید. چهره‌های خون آغشته شما و بدنهای تکه تکه شما، استخوان‌های خرد شده شما زیر آوار بمب‌های امریکایی فریاد میزند که ما ایستاده ایم. فلسطین قطعاً پیروز است. انهم یرونه بعیدا و نراه قریبا. القدس لنا و النصر لنا و السلام علیکم و رحمت الله.